دادگاه نویه جبو رسولوف ولایت سوخت صاحبکار انفرادی بهرانوف شعباز را برای دعوت 6 مهمان به جشن زادروزش بر اساس دویم ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان در ویران کردن قانون تنظیم گناهکار شناخته به اندازه 750 نشان دهنده برای حسابها برابر به 48000 سامانی یا 4600 دلار جریمه بسته است. داستان کل تاجیکستان روز 7 آگوست سال 2022 در شرح این پرونده گفت صاحبکار انفرادی بهرانوف شعباز سال تولدش 1970 ساکن ناحیه جبو رسولوف ولایت سوخت صحنه 7 ایون سال 2022 ساعت 19:00 دقیقه زادروز خود را در آشخانه تمام‌های ملی واقع در ناحیه جبو رسولوف جماعت دهات دهمای با اشتراک 6 نفر بیرون از دایره عائله برگزار نموده طلبات ماده 8 قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را ویران کرده است. پرکرور ناحیه جبو رسولوف نسبت به بهرانوف با ماده 481 قسم 2 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی ماموری آغاز نموده به سود ارسال نموده است. با قرار سود ناحیه جبو رسولوف بهرانوف در صادر نمودن حقوق ویرانکنی ماموری با ماده 481 قسم 2 گناهکار دانسته شده نسبتش جزا جریمه به اندازه 750 نشان دهنده برای حسابها برابر به 48000 سامانی تعیین کرده شده است. ماده 8 قانون تنظیم و رسم آیین که سال 2007 قبول شد سال 2017 طلباتش بازم شدیدتر کرده شد. تجلیل جشن و زادروز تنها در دایره عائله اجازت می‌دهد. شهروندان بر اساس این بند قانون حق ندارند به زادروز خود حتی دوستان و دوگانه ها و یا همکاران و همکسبان خود را دعوت کنند.